سه تا اشتک در جایش مونده، خرج از کرای خونهش از سر من، از خود من از در ایران موندیم به دربار خدا. خاطر است که خدا که ما در دنیا پیدا کرده نمیز زجره کشیدیم. چی دروغ بگیم؟ غیر خدا دیگه چیزی نداره. تجربه ندارم. تجربه بازار خودت داری، کراچی رو هم خودت داری، محل مناسب هم خودت داری. بله. من میرم روغن میخرم. السلام علیکم. سلام پدر جان، چل؟ الله هستم. شکر. ساعتت خوب است جانم؟ جان است؟ بخیر است جان؟ جور است؟ آرام هستی؟ شکر است. بخیر است انشالله. ساعت خوب است؟ هوا چطور سرد شده پدر جان؟ الله دیگه زمستان است. زمستان است نه؟ شکر میکشیم در حالش. زمستان رسید کلش چیز قیمت شده. او دیگه مملکت دیگه برادر آمده. ما 12 سال دیگه من داخل کار به این دکاندارا خبر داره. این دکاندارا سودا نداره. از او پیش سودا داشته 100 روپیه یا 50 روپیه یا کمتر زیادتر پیدا می‌کنه. خدا شاهده که روی قبل هست. باشیم دامادم گم شده 4 سال است. سه تا اشتک در جایش مونده، خرج از کرای خونهش از سر من، از خود من از در ایران موندیم به دربار خدا. ما دربار خدا موندیم که خدا چی میکنه. تشویش نکن پدر جان، تشویش نکن، تشویش نکن. بیا یک کار میکنیم، بیا یک کار میکنیم، بیا از یک جای شروع میکنیم. خدا خیرت بده. بیا از یک جای شروع میکنیم. امیدت به خدا. چند سال تجربه داری؟ من سن 71 سال است. 71 سال است؟ نه بچه داره، هیچ چیزی نداره. به دربار خدا. پدر جان من امروی دستم، من امروی دستم. خدا خیرت بده. خودت آغاز کن، خودت آغاز کن. من کمکت میکنم پدر جان. خدا خیرت بده. خودت آغاز کن، من کمکت میکنم. نکن پدر گریه، نکن پدر جان گریه. بیا امروز یک کار میکنیم، بیا امروز یک کار میکنیم. خدا خیرت بده. بیا امروز یک کار میکنیم پدر جان. خدا اجر شربت میگم. زنده باشی. خدا من میگم حال اولادت خیر بده. زنده باشی پدر جان. بیا یک کار میکنیم پدر زنده جان. باشی پدر. یک کار میکنیم پدر جان. خدا خیرت بده برادر. من میفهم که 71 سال عمر داری، حتما توانایی داری که تا به حال متوجه نشدی. والله اعتراض که خدا که ما در دنیا پیدا کرده نمیز زجره کشیدیم. چی دروغ بگیم؟ غیر خدا دیگه چیزی نداره. بدبختی مدینه نمیشد که ما زن گرفتیم، صاحب اولاد شدیم. یک بچه در این یک بچه داشت خدا مرا اون از دکاندار بسان کن. مریض شد رو در این برده از همونجا 20 روز بعد مرده بود آورده. میتونی خونه دو دکانم بسان کن دکاندارم که بگمی باور راست میگه و دروغ میگه. آگاه هستم. فهمیدی؟ دیگه نه اونمو که خدا مال خدا یک بچه داشتم که از روی ما گرفت. یک دختر داشتم که اون شوهرش گم شد، کجا رفت کجا نرفت. اون گفته مردم که اولادای تاشک بچه می بود دختر است، 4 تا از اون در گردن ما هستند. از خود ما هستم، مادرش هم اون دانه سرطان داره که موسک خورده از موسک که ولی نید اون خیاد هم تو رو نشان میکنم، برو پرسانم کن ولی کمکم شد خرش. خواست خدا بود دیگه. پدر هر تغییر کوچک، هر تغییر کوچک هر انسان نه بله نه شکر میکشم، در حال شکر میکشم، در داراییشم شکر میکشم، در ناداریشم شکر میکشم. چاره نداریم. بیا زندگی رو تغییر بدیم پدر جان. بیا از یک جای آغاز کنیم. شما امر کنید آغاز کنید. بیا از یک جای کار آغاز کنیم. شما بگویید برادر که ما تشکر که شما آماده هستین. تشکر. اگر شما
اگر شما نیت پذیره داشته باشین مطمئن باشین که پروردگار درها را برای ما باز میکنه. امید به خدا. بله درها را برای ما باز میکنه. امید به خدا. کسایی که نیت کار داشته باشه دنیا برویش لبخند میزنه. دنیا برویش لبخند میزنه. بله دیدم پدر، دیدم استکایتان سخت است، دیدم پدر. ما مطمئن هستم که دنیا بروی کسایی لبخند میزنه پدر که کار آغاز کنن. شما کار آغاز کنین مطمئن هستم که الگوی بسیار خوبه برای جوانا میشین. بیا کار میکنیم. خبر شدم که روغن بسیار زیاد قیمت شده. والا اگر راست پرسان کنی که ما چی دروغ بگویم در دربار خدا روی به قبله هستیم. روغن قیمت شده، نه خریدن میتونیم. بله. نه پرسان میتونیم. میفهم. اجازه بدید پدر که یک پیشنهاد کنم براتون. بله. روغن قیمت شده و به خاطر از اینکه فصلها وقت تغییر میکنه همه چیز بالا میره. والا دیگه کشور از دیگه جای قیمت از گاز بالا میره، چوب بالا میره، مواد خوراکا بالا میره، همه چیز متاسفانه بالا میره. خود دعا میکنیم خداوند انصاف بده به تجارای ما. رفتم میگه شیشتم باز هم دکاندار مرا صدا کرد بیا اینجا. رفتم در خلوی سی دکان اول نه دومگیش رفتم گفت که کاکا میشناسه مرا، گفت که یک ذره میدگی زغال دارم میبری. گفتم 1000 دفعه چرا نمیبرم. خدا شاید اون امور که در خانه بردیم اینا ولی کارتان در میتین در نمیگیره. فهمیدیم. بیا آغاز کنیم. بیا از یک جای آغاز کنیم. امروز ما میخوایم که بزرگترین فروش زندگیتان بکنین. امید به خدا. روغن قیمت شده. بله. تا شام 2 برابر قیمت میشه. متوجه هستین؟ بله دیگه. تا شام 2 برابر قیمت میشه. ما پیسه دارم. خدا خیر. یک مبلغ پول دارم. خدا خیر. اما تجربه زنده باشید. اما تجربه ندارم. تجربه بازار خودت داری. کراچی رو هم خودت داری. محل مناسب هم خودت داری. بله. من میرم روغن میخرم. بله. همین قوطی های 5 کیلویی نیست. بله. من میرم یک 12 دانه قوطی میخرم. بله. در کراچی میمونم. امروز خودت یک جای استاد میشم. خیلی. بسم الله میکنیم تا شام شروع میکنیم به فروش. خیلی. هر چی که مفاد کردیم مفادش از ما و خودت نصف باشه. اون چیزی که شما سلامی بگید دیگه ما که والا من مطمئن هستم که کار آغاز کنیم. بخیر. پروردگار 10 آمین. 10 برابر برکت میپرده. 10 برابر هر کار را که ما آغاز کنیم منبع از خیر و برکت است. ما موافق هستی که آغاز کنیم؟ موافق هستم. بیا بسم الله آغاز کنیم. من آجی آقا گب راستیش. بله. من نال از کرای خانه پسمان هستم. با خدا من نان خشک ما راضی هستم که یک لقمه نان نگه نه. نان بیا من مطمئن هستم. من مطمئن هستم در فروش روغن. بله. من مطمئن هستم که در این فروش روغن چند کرای خانه میدی؟ ما 3.5 قدر اما دخترم از قدر خودم 3.5. من مطمئن هستم که در این فروش روغن هم پیسش میبره. بیا بسم الله کنیم. بیا. از کجا میگیری از اینجا؟ از کجا بگیریم؟ بیا از یک دکان روغن میگیریم از یک جای عمده. کراچی را بده به من. نه به من بده فرق نداره. هیچ فایده هیچ تشویش نداره. پایدار دستی؟ پایدار دستم. بان. نه ما خودم میگیرم. نه تشویش نکن. بیا. اینه پدر. اینه شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه شروع میکنیم با فروش. ببین که ایران باز کنم؟ واسکو بانش. روغن بسیار قیمت شده. روغن بسیار قیمت شده. ما شمایی را میفروشیم یک کم ارزانتر از بازار. متوجه هستی؟ یک کم ارزانتر از بازار ولی با مفاد خوب. متوجه هستی؟ یک کم ارزانتر از بازار اما با مفاد خوب.
اما با مفاد خوب. اینه قطعه یکای زیر ور میداریم. اینال دیگه یک کار میکنیم. اینال بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم. اینال به خاطر از که من بلد شوم خودتان بلد شوی روغن فروشی را آغاز میکنیم. هر کدام از این دانی 1000 افغانی میفروشیم. دانی چند؟ دانی 1000 در بازار امیال 1500 1600 روپه شده. متوجه هستی؟ بسم الله میکنیم میفروشیم ببینیم که چند میشه مفادش. شروع میکنیم تجارت از. متوجه هستی؟ هر قدم کوچک ما میتونه که آینده رو بسازه. امید با خدا. بله میتونه آینده رو بسازه. بیاین بسم الله روغن بخره. روغن لیلام شده روغن. میبینید سکو. سلام علیکم پدر جان، خوب هستی؟ صحتت خوب؟ جان و جور بخیر. 1500 روپه پدر جان. یک قطیش 1500. بله یا چرا ارزان کنیم که بخریم ما؟ و ارزان چند بتو بتا پدر؟ همون رو بگیریم 1000 بتی میشه 1000 کوکا؟ بگی پدر بگی پیسا رو جمع کن پدر. بگی پدر وردار بگی به خیر استفاده کنی. به خیر استفاده کنی. برو به خیر استفاده کنی. صدا کو پدر. صدا کو پدر. بیا پدر 1000 بیا روغن بگیری. روغن بگی. صدا کو پدر. صدا کو. بیا روغن بگیری. بیا صدا کو روغن بخری. روغن صدا کو پدر که بلد شی به تجارت. آغاز تجارت از اینجا شروع میشه. آغاز کاروبار از اینجا شروع میشه. السلام علیکم، خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر. چند روغن میگیری؟ 1000 بگی. مهربانی لیلام شده. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صدا میکنیم. بیا روغن بگیری. روغن بگیری لیلام شده. 1800 پیش بیا 1800 پدر. پدر جان چطور است مفاد؟ خدا خیر. چطور است مفاد؟ خوب شده؟ من میگم خدا خیر. نه مفاد چطور است؟ خوب است؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ روغن میخری؟ روغن یک گفتی برو کالا کاکا 1000 گفت بگی اینه به احترام خودت 1000. نه 1000 اگه نه از 1500 کم نبود. بگی به خیر استفاده کنی. به خیر بری. این کاکا تجارت آغاز کرده. به خیر برین. السلام علیکم. خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان و جون چی حال داری جان و جون؟ روغن پدر چند بگیم؟ 1800 برادر در بازار میفهمی چند به احترامت 1500 بدیش کاکا. برو 1000 بگی حساب کن. 1000 بگی مهربانی ببری روغن. السلام علیکم. این روغن 1100 نه پدر 80 روپه خریدش نشده. بالا رفته قیمت شده روغن. زمستان شده قیمت شده روغن. بگی 1000 بگی زمستان شده روغن قیمت شده. بره بخیر بره. پدر جان سلام علیکم. چی حال داری؟ خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ پدر جان خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان و جور صحت خوب؟ بخیر هستی؟ کراچی داری؟ روغن میخری؟ با خودت 2000 پدر جان. با خودت 2000 خیر از 1500 روپه. برو خودت برو 1500 روپه. چند دلت؟ حالا خب قیمت شده میفهمی روغن. برو 1100 بده. 1100 بده. برو 1000 بده دیگه. برو 1000 بتش خلاص. برو کاله خودت هم پیسه دار هستی از او خاطر. برو پیسه دار هستی از او خاطر میگه. السلام علیکم. بگی برو 1000 روپه به خودتان میتیم. بگی اگه نه شما پیسه دار هستی به شما باید آدم قیمت‌تر سودا کنه. بره خیره اگه نه باید به شما آدم قیمت سودا کنه. به اینا باید آدم قیمت سودا کنه. نه اینا پیسه دارا هستن. اینا پدر جان میبینی جنسه که قیمت کنیم کی متضرر میشه؟ غریب بیچاره و مسکین. خریدارا کی است؟ کل اسم مسکین و غریب است. با سرمایه‌دار فرق نمیکنه. السلام علیکم. خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ جان و جور روغن میخری؟ 200 دیگه نمید 1200 روپه. آه برادر برو خیره که دیگه 1000 دادیم. بگی پدر برو به خیر باشی پدر. برو به خیر بری پدر.
برو به خیر بری پدر، برو به خیر بری. صدا کن پدر، صدا کن بیا پدر جان. بدر بیا روغن بخره بیا. خریدار پیش بیا. یک شی داره، هر شی داره. هر شی داره. پیش بیا. روغن. یک شی داریم، یک بی داریم. السلام علیکم، خوب هستی؟ چند است بیادر؟ 1000 خود نمیشه برادر. پیسه دار آدم هستی قربانت شم. او برادر یه است پیسه داراست. برو خیر بانک بگی پدر برو بخیر باشی، برو بخیر باشی، برو بخیر باشی بیادر. السلام علیکم. چیال داری؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر؟ صحت خوب است؟ جان و جور بخیر است؟ یک دو ساعت دیگه هم نمیتی. دیگه خونه داشتیم. او برو خیر 1000 تا. چی کار هستی اون مسلمان؟ ما چوکیدار مکتب. چوکیدار مکتب هستی؟ برو بخیر، برو بخیر استفادهش کن. برو بخیر بیر. برو بخیر استفادهش کن. صدا کن بیا روغن هر کس بخره بیا. بیا بر روغن پیش بیا. لیلام شده. لیلام شده روغن لیلام شده. روغن لیلام شده. روغن لیلام شده. خوب هستی پدر جان؟ صحتت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ صحتت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ آرام هستی؟ صحت خوب؟ 2000 روغن لیلام شده. 2000 نه پدر بگو 15 12 شده. خدا در دیار خدا خیر خوار نکنه. زنده باشی. تشکر. بگی 2000 1500 گفتین. خیر گیگینه. برو بده 1000 بده. برو بده 1000 بده. خیر گیگینه. السلام علیکم. خوب هستی؟ جان و جور بخیر هستی؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ روغن میخری؟ اینم یک دانه مانده. برو امیران به تاوان میتیم. بتش 1000 پد. بگی به تاوان. بگی به تاوان بگی. من بگی به تاوان بگی. برو به خیر بری. بگی به تاوان. برو به خیر بری. برو به خیر بری. اینه پدر جان چی کردیم؟ چند مفاد کردیم. 3 4 5 6 7 8 9 12 هزار افغانی اینه مفاد کردیم. خود چند از از مفادش برما میتی؟ هر چی که در اختیار خودتون است. خب اینه دیدی که خدا خیرتون. آدم که نیت کار کنه خدا میرسانه. دوستش خدا دیگه واسطش دیگه. بس پروردگار کسی که نیت کار کنه پروردگار دو برکت میپره. پیسان در اختیار خودت است. صحت سلامت باشی پدر جان. اینال در اختیار دست خودت. ای پول پدر از خودت باشه. خدا اجرش بده. ای پول از خودت باشه. خیر ببین. سرمایه پر تو. خیر ببینی پدر. کار آغاز کن پدر. خدا خیرت بده. انا ریش. بعد میتی؟ برو دیگه. خریدی برو. دیدی که در کار چه خوب لذت است. فقط میخوایم یادآوری کنم که یک برادر عزیز ما به نام میرزا علی از لندن مبلغ 12750 افغانی روان کرده بود. خدا خیرش بده. و همچنان برادر دیگه ما به نام خان علی که 5800 افغانی از اونو باید جمع کردیم. جمع 18600 افغانی شد که مبلغ 6600 افغانی چه روغن خریدیم. 12000 افغانی چه خدمت شما براتون دادیم. خدا خیرش بده. من میگم خدا اولادای خدا آرام باشه. سلامت باشی. خدا اولادای خدا آرام باشه. زنده باشی. اما دوای شما را دیگه من میگم هر کس که رایی کرده که تو با ما برادر همین قدر زحمتش کشیدی خدا اجرش بده. اما در جریان خرید و فروش بودیم که بر من مسیج آمد. بر من گفت که روغن پس ارزان شده. فکرت باشه که پس روغن نپردی که نقص نکنی. این همیالا با خدا دلم یک تازه شده. یک بوجی آرد میگیرم برای یک بوجی آرد ولی تجارت آغاز یگان چیز آغاز. صحت عافیت باشی. رفتیم الله نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله.